درود شماتون بخیر. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز را با تحولات مهمترین از تاجیکستان و جهان مستقیما در روی موج رادیوی موجر منظورتون نگردانیم. خبرهای این ساعت را از ولایت مورمانسک روسیه شروع میکنیم. در ولایت مورمانسک روسیه افزایش شماره مهاجران نمینتی به نظر میرسد. همین طور در 6 ماه سال 2020 به شهروندان خارجی نسبت به همین دوره سال 2019 1.7% زیاد پاتنت داده شده است. چون این معلومات در جلسه کمیته مهنت، مهاجرت و مورمانسک اعلام کرده شد. در حالی که بعضی از منطقه ها و خصوص مسکو بنا به نبودن مهاجران مهنتی به نورسایی کارگران در بخش‌های ساختمانی، خواجگی منزلی و کمونالی و خدمات رسانی روبرو گردیدند. در ولایت مورمانسک برعکس حال مقامات اعلام داشتند که امسال با وجود پاندمی کرونا ویروس افزایش زیاد شماره پاتنت‌های داده شده و قید گرفته شده است. این روند شهادت زیاد گردیدن مهاجران مهنتی در منطقه مذکور می باشد. وکیلان محلی دومای ولایت مورمانسک از تامین حفظ بازار مهنت محلی در برابر نیروی کاری خارجی به طور جدی نگرانی کردند. ما باید شمالیان را از جریان بی‌نظارتی کارگران خارجی محافظت کنیم. در بازار مهنت بین هموطنان ما و خارجیان نباید رقابت شدید وجود داشته باشد. اقتباس آورده‌اند رسانه‌های محلی از قبل رئیس کمیته مهنت، مهاجرت و شغل اهالی دومای ولایت مورمانسک الکساندر مکارویچ. پس از جلسه که معلوم گردید در منطقه شماره مهاجران مهنتی پوره و به همه بخش‌ها می‌رسند و برعکس حال نسبت به سال گذشته 1.7% زیاد گردیدند، تصمیم پست کردن نرخ پاتنت برای سال 2021 در ولایت مورمانسک قطع کرده شد. با مسکو برمیگردیم. تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر میشنوید. وقت اخیر شماره بیشتر مهاجران مهنتی بدون دانستن زبان روسی به این کشور میآیند. این تمایل را رئیس بخش منطقوی کنگره عمومی روسیه قرقیزستان مارسل سلاخونوف مشاهده کرده است. من مهاجرت را به 3 موج تقسیم میکنم. موج اول در سالهای 90 بود. مردم مجبور شدند که پس از پاشخوری شوروی در روسیه در جستجوی کار شوند. موج دوم سالهای 2000 است. من خودم به اینجا برای جستجوی زندگی بهتر، تحصیلات بهتر و در جستجوی امکانات آمدم. حالا موج سوم میآید. من مشاهده میکنم که حالا شماره کمترین مهاجران مهنتی با زبان روسی حرف میزنند، گفته است مارسل سلاخونوف. و قید کرده است که محض همین گروه مهاجران بیشتر آسیب پذیرند و به گروه خوف داخل می شوند. آنها نسبت به دیگران بیشتر قربان عملهای غیرقانونی کارفرمایان، منصبداران و دیگر نفران می‌گردند. مهاجران مهنتی بدون دانستن زبان روسی نظر به دیگران کمتر مزد مهر نمی‌گیرد. هر کسی که ماهی بیشتر از 100,000 روبل می‌گیرد زبان روسی را خوب می‌داند، خلاصه کرده است مارسل سلاخونوف. ادامه خبر در روسیه میمونیم. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ایده تشکیل سود روسیه را اوید به حقوق انسان درست نامید و این سخنان را روز 10 دکبر در جلسه شورای رشد جامعه شهروندی و حقوق انسان بیان کرد. پرزیدنت فخری فوند جمعیتی منطقوی اوید به مبارزه با جنایتکاری متشکلانه و کروپسی یوگنی میسلوفسکی درباره تشکیل چنین دادگاه سخن گفت و گفت حقوق بشر روسیه و منفعت هم دولت و هم جامعه می باشد. بالاروی اعتماد مردم را به نظام دادگاهی به وجود می آورد و پیش راه قانونشکنی را می گیرد، گفته است یوگنی میسلوفسکی. در نوبت خود ولادیمیر پوتین گفته است که این مسئله باید پورا بررسی و با ساختارهای مربوطه تهیه کرده شود. روسیه کنونسیون اروپایی به حقوق انسان را سال 1998 به تصویب رسانید. از همان لحظه تا این جانب کشور در اختیار سود اروپایی به حقوق انسان قرار دارد. در سال 2015 سود کنستیتوسیونی روسیه قرار کرد که مقامات می توانند قرارهای دادگاه عالی اروپایی به حقوق انسان را اجرا کنند و یا نکنند اگر آنها معیارهای بدون پرینسیپ‌های کنستیتوسیونی را ویران کنند. در همین حال گفته می شود که چهارک شکایت عمومی به دادگاه عالی اروپایی به حقوق انسان وارد گردیده از جانب شهروندان روسیه و یا از نام شهروندان خارجی علیه روسیه می باشد که از روی ردبندی روسیه در بررسی شکایت‌های دادگاه عالی اروپایی به حقوق انسان در جای اول نیست.
8 دکبر سال 2020 ولادیمیر پوتین قانون را درباره افضلیت کنستیتوسیون فدراسیون روسیه امضا کرد که این امکان می‌دهد که قرارهای مقامات بین دولتی و سودهای بین المللی علی خصوص دادگاه عالی اروپایی به حقوق انسان و سود بین المللی جنایی اگر خلاف قانون اساسی روسیه حسابیده شوند اجرا نگردد. حقوق خلاصه برآوردن درباره امکان ناپذیری اجرای چنین قرارها به صلاحیت سود کنستیتوسیونی فدراسیون روسیه داده شده است. خبرهای تاجیکستان و جهان است و از روسیه به تاجیکستان می‌رویم. در طول 10 ماه سال 2020 جمهوری تاجیکستان حجم 3 سال محصولات خوراکواری را 4.1% افزایش داده است. اطلاع می‌دهد دفتر مطبوعات وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری. طبق اطلاع وزارت در ماه‌های انور تا اکتبر سال جاری این رقم از 5.6 میلیارد سومانی خود قریب 490 میلیون دلار زیاد شده است. افزایش 3 سال محصولات خوراکواری نسبت به همین دوره سال 2019 28% را تشکیل داده است. قید کرده می شود که نشان دهنده ها اساساً از حساب افزایش استحصال محصولات کنسروگی، محصولات شیرینی، مکرون و روغن رستنی زیاد گردیده است. همچنین در خبر دفتر مطبوعات وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوین جمهوری تاجیکستان قید می‌کرد که از اول سال 2020 کارخانه‌های صنعتی خوراکواری در تاجیکستان با مبلغ 31.7 میلیون سومانی خود 2.8 میلیون دلار محصولات صادر کردند. قید می‌گردد که اساساً میوه‌های خشک، میوه سبزیجات کنسرو شده، نمک و همچنین نوشاکی‌های الکلی به خارج کشور فرستاده شده‌اند. با روسیه برمیگردیم. در شهر سنت پتربورگ مقامات انتظامی دو جنایتکار را دستگیر نمودند که در دزدی 114 میلیون روبل گمان بر میشوند. جنایتکاران بازداشت شده از صورت حساب بانکی نفر جبر دیده 114 میلیون روبل را به یغما بردند. آژانس فدرالی خبر می‌نویسد که یک زاده 43 ساله تاجیکستان و یک ساکن 23 ساله ولایت ارخانگلسک به گمان دزدی مبلغ به مقدار مخصوصاً کلان دستگیر کرده شدند. خبر مذکور حالا از جانب مقامات حفظی حقوق شهر سنت پتربورگ تصدیق رسمی خود را نیافته است. همچنین شهر داده شده است که جنایت مذکور چگونه رخ داده است. بنا به جنایتکاران چگونه امکان دست داده است که مبلغ 114 میلیون روبل جبر دیده را به یغما برند؟ سوال است که جواب را می‌طلبد، ولی تاکنون در این مورد مقامات حفظی حقوق منطقه و رسانه‌ها رسما ابراز نظر نکردند. در همین حال در خبر اعلام می‌گردد که دستگیر شدگان که در جنایت دزدی 114 میلیون روبل گمان برمی‌شوند طبق قرار دادگاه برای 2 ماه بنا به ادامه یافتن کارهای تفتیشاتی و حبس پیشکی گرفته شده است. در روسیه روند تدریجی اعتراف آن به نظر می رسد که مهاجران به قول بالین برای امنیت ملی و دموگرافی کشور تبدیل یافتند. تکمیل پی در پی قانونگذاری در ساحه مهاجرت از آن شهادت می‌دهد. این اندیشه را دیرکتور پژوهش‌های تحقیقات دموگرافی عضو وابسته اکادمی علوم فدراسیون روسیه سرگئی رزانتسوف زمینه کنفرانس اوف مهاجرت و مشکلات دموگرافی در مسکو ابراز داشت. در این کنفرانس نمایندگان یک قطار سفارتخانه‌های مستقر در مسکو، نمایندگان سرایوسط مسائل مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه، کارشناسان ساحه، حقوقدانها و فعالان جامعه شهروندی شرکت نمودند. طبق حساب‌ها در طول 15 سال از سال 1992 تا سال 2017 در روسیه محض روندهای مهاجرت کاهش اهالی را 75% جبران کردند. ابراز داشته است سرگئی رزانتسوف. در برآمد خود قید کرده است که سالهای اخیر شمار اهالی در روسیه کم شده ایستاده است، علاوه خصوص آدمان قابل مهنت. به گفته این کارشناس، عفو قانونی مهاجران میتواند تمایل‌های منفی را در این سمت کاهش دهد. نشر خبری آخرین امروزه را مستقیما روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. خوش باشید.